تو نهال تر است راستش باید کرد. با نیکی زود سپاسگزاری کن، با بدی دیرتر جواب خواهی داد. سری خود را دل خودت بهتر نگاه می دارد. مرد آن کسی که پیشواز مشکلی می رود. زندگی کتاب است پرماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز. وقتی دارا شدی دوره ناداریت را فراموش نکن. گر شناور نیستی پا بر لب دریا منه. اسب خوب را یک قمچین، اسب بد را 100 قمچین. بحث زیاد حقیقت را می کشد. در گفتن و نگفتن اندازه نگه دار. از گفتن راست زبان باز مدار. آنی که تنها برای خود میزید برای دیگران مرده است. آنی که میخواهد زن را اداره کند آسایش و راحت را باید از یاد ببرد. زبان بد نشان دل سیاه است. زخم غالیبان درد نمی کند. با آنی که ارج می نهند خوش آمد نمی زنند. زیرا ارج نهادن شرف است، خوش آمد زدن تحقیر. آنی که زود محکوم می کند زود پشیمان می شود. آنی که کم می خواهد کمتر احتیاج دارد. جایی که قانون تواناست مردم نیز توانایند. هیچ کس تهی دستر از زمان زادنش نیست. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستان کتابخوان. اتاق بدون کتاب مانند جسم بی‌روح و خانه بدون چراغ است. کتاب را باید در ردیف ضروریات زندگی به شمار آورد. مرد بزرگ دیر وعده می دهد اما زود به انجام می رساند. اگر برای خطا رفته از بازگشتش مترس. هر قدر بزرگتر باشی تنها تر هستی.